کیه سیروجدین؟ مطری آهنگساز امروز کتابش رو برآورده ایستاده است. خودش کی؟ خودش سیروجدین جورایف. خودت نه؟ چی معنا دارد سیروجدین؟ سیروجدین چراغ دین. سیروجدین کیست؟ سیروجدین اولین استاد، اولین انسانی که مرا برای راست هدایت کردند و همزمان پدری هستند که آبرویشان قدرشان به همتاست. سلام باشید. سیروجدین پدرم یک و یگانه است برای من. تمام. سیروجدین جورایف یکی از مطربای چیره‌دست جمهوری تاجیکستان است. من فکر میکنم که سیروجدین جورایف نظیرش نیست. برای چی؟ سیروجدین جورایف یکی از مطربایی که واقعا هم جان سپرده و واقعا هم دوستدار هنر خودش است. در برابری که مطرب خوب است، آهنگساز بهترین است. هر آهنگی که ایجاد میکند و هر آهنگی که روی رشته آهنگ میبرد از دل ایجاد میکند. من امروز ها من چند سال شده است که چند شاگرد از طرف خود شاگردها برآوردم و آهنگ‌های بهترین رو از طرف سیروجدین من امروز ها ما میبینیم. سیروجدین یکی از مطربان چیره‌دست و زحمتکش برای ملت خلق ما بسیار خدمت‌های بسیار کرده است و در آینده هم باور دارم که سیروجدین خدمت خود را دوام می‌دهد. معلم سلام علیکم. تعظیم شما کنید. همین سیروجدین کیست؟ چه شما نمی‌دانید؟ آقا اون شیخی کس دادید می؟ راست. سیروجدین جورایف یکی از بهترین نوازندگان مطربان به هر چیره‌دست و استای مشهور تاجیکستان که در تمام جهان آبروی دارد. مطرب خوش سلیقه استاد بسیار بزرگ کنسرواتوری ملی تاجیکستان. سلام علیکم. تشناسی خوب تاجیکستان این کیست؟ سیروجدین امروز در قلمرو تاجیکستان یکی از مطربان بهترین و بر سبب هم نیست که در یک مواد خود ما سیروجدین را هنرمند جهانزیب نامیدم به اون خاطر که امروز به مرتبه سیروجدین در بیرون از کشور اینقدر محبوب معروف مطرب نداریم ما. برای همینم برای مثلا من همچون یک برادر، یک دوست و یک مخلص صنعت تاجیک باعث افتخار است که امروز و طول چندین سالهای آخر است که سیروجدین در امریکا و در اسپانیا و در فرانسه و در پاریس و در لندن درس‌های ماستر کلاس می‌گذارد. امروز با پایه سیروجدین دیگر یگان مطرب تاجیک و این پایه دیگر موفق نگشته است. کیست؟ سیروجدین کیست؟ شما چون این خیلی سوال داشته؟ شما اومده ما شما را پرسید. من از این موزیکانتا پرسید. سلام. Нет, ну ответьте. سیروجدین کیست؟ سیروجدین یکمش که رفیقی ما 35 ساله ما یک جویه رفیقی نزدیک دوستی نزدیک هنر بهم یک جویه الهیم سلامت باشم مکتب بهم ما یک جویه خوندیم خوجان بهم صادقان حافظ و به کالج به یک جویه خوندیم هنرمندی بهترین انسانی خوب مطربی که در حیرت گذاشته است با مهارت و صنعت ایجادی خودش. شما چی میگید؟ منم همین کاسکتی یخچال سیروجدین کیست؟ سیروجدین جورایف یکی از نوازندگان چیره‌دست جمهوری ما به حساب می‌رود. اثرهایی که او می‌نوازد با مهارت بلند کسبی و اثرهایی که او ایجاد کرده است
дар равияи шашмақом дар ба ҳамаи шогирдон ба ҳамаи шунавандагони мусиқӣ хусусан шунавандагони мусиқии созӣ хеле писанд аст. Устод Сироҷиддин Ҷӯраев устоди санъат мебошанд. Бисёр санъаташон боло, педагоги хуб ҳастанд. Сироҷиддин машоқ намуданда, иҷодкор. Сироҷиддин кист? این دفعه ما امروز تیار نه. این دفعه سیراجدین مطربی بی‌نظیر در ساز دوتار دمره میباشد که از ایجادات او صاف اثرهای حاضر معاصری موسیقی تاجیک را در بر میگیرد و در ساختار اثرهای معاصر او نمونه‌های نو، شکل‌های نو را وارد کرده است. سیروژدین کیست؟ سیروژدین جوراєв یکی از هنرمندانی اصیل، استودی نوتکرار، استودی که سهم خودش رو در رشد موسیقی سنتی تاجیک گذاشته است، از جمله در موسیقی کلاسیک ششمقام و همچون هنرمند امروز نه تنها در سطح جمهوری بلکه در سطح بین المللی اعتراف شده است. در بین هنرمندان نوازنده ها همین وقت نصیب به اون شخصی میگردد که هنری بالا دارد ولی اصیل دارد. سیروجدین انامی خیلی هنرمند است. کیست؟ سیروجدین کیستی همسایه ما گپ زد. برام سوال پرس. و بچند موسیقی که سیروجدین روی تار آهن می آورد و ایجاد میکرد نامگذاری رو من میکردم، زیرا با من مراجعت میکرد میگفت که همین موسیقی رو گوش کنید سعیدزاده و نام همین رو شما گویید و راستی با همکاری زیج داشتیم و چند نامگوی همین اثرهای سیروجدین رو هم ما هم خیلی گام میزنیم آدم ها اخیر بهون میشن. استاد یکسپسم سیروجدین کیست؟ سیروجدین نوازنده خوب، آدمی عاقل، دلداده ساز میباشد دوتار. السلام علیکم. یکسپسم سیروجدین کیست؟ سیروجدین؟ بله. فهمیدش چی؟ سیروجدین بسیار. سیروجدین استاد ما قطعی و یا مشق میکردیم استاد بود. حاجی ما این زمان در کالج فرهنگ جمهوری تاجیکستان برای پرتاب ویداقفین و یاردکی تحصیل میکنیم. سلام علیکم. سیراجدین جوراєв یک تن نفری ایجادکار، آهنگساز سنتی، مطرب چیردست و آموزگاری پرتجربه. در طول فعالیت خویش سیراجدین جوراєв به موفقیت‌های بزرگ ایجادی نائل گشته است که از جمله در ساحه نوازندگی یعنی مطربی آهنگ‌های بسیار خوب و دلارا و دلچسب را یعنی ایجاد نموده است و مطربان نوازندگان دوتاری نیز بسیار خوب اجرا می‌کنند. سیراجدین بهترین هنرمند، ایجادکار، دوست نزدیکی ما همکار. فکر من همه سیراجدین که در جمهوری ما مطرب چیردست می باشد. این خیلی مطربا بسیار موقع کمند. من مثلا دینا که یک ساعت کنسرت خود را نشان داد، 10 تا اثرهای خود را نشان داد. این همچنین مطربی همه طرفه، نه فقط دوتار و هم تنبور می نوازد، هم ستا می نوازد. دینا که 10 تا آهنگش همچنین این در جمهوری ما همچنین موسیقی کلاسیکی بایداری